بچه این مدرک دزدی کردن پیویزا وی پی این از منه. ببین بچه من بهش گفتم تون میخوام 1 تن میزنم. گفت چقدر میخوام؟ ببین از اول لینک صرافی داد، گفت اگه ثبت نام کنید بهتون 3 تا فیلتر شکن میدم که این فیلتر شکنشه. خب بعد رفتم چک کردم اصلا 1 ساله هم نیست، 1 ماه هست. حالا اینو ول کن، یه بحث دیگه است. بعد اومدم بهش گفتم اون صرافیه که دادی ثبت نام کردم نمیتونم واریز کنم توش که تون بخرم. یعنی کلا صرافی های ایرانی الان بسته شدن، نمیتونی هیچ واریزی داشته باشی. اگه میشد واریزی داشته باشی که خودم از نوبیتکس میخریدم، ولی کلا واریزی، حتی واریز مستقیم که روزی 3 میلیون بود با کارت ملتم، اونم بستن. خب بهش گفتم تو تون میفروشی؟ گفت آره. چقدر میخوای؟ گفتم 1 میلیون میزنم 2 تن میشه. ببینید خب بعد دیدم نوشت بله دوست عزیز 2.28 میشه، مخلصم، آدرس ولتتون رو بدید. خب من آدرس ولت ببین اینجا یه شماره کارتی داد به نام پدرام کمری. بعد من اینم 1 میلیون رو واسش زدم. خب بعد آدرس ولت ما هم فرستادم. بعد نوشت خیلی متشکرم، ارسال میکنم خدمت. خب تا اینجا همه چی اوکی بوده، خیلی محترم و مرد. حالا نمیدونم مرد زن اون طرف، من نمیدونم طرف اون آی پی کیه، طرف اون چیز اکانت چه جور از چه جنسیتی نمیدونم. خب اون شخص، حالا اون شخص خب خیلی محترم بوده. بعد منم گفتم خب سلام مرسی. بعد تون کوین ما چی شد؟ اصلا خبری نشد دیگه. ببین تا امروز چندمه؟ امروز 26 جوانه. این پیام ها هم پریروز بود، پریروز نصف شبی من باسش زدم تا خود الان سین نمیکنه اصلا. ببینید سین نمیکنه، انقدر پیام داده حتی پاک کردم نصفشون. خب گفتم از اول بدم که سین کنه، اصلا نمیبینه. به نظرتون من چی کار کنم الان؟ بعد باور کنید حالا اگه بهم میگفت بابا من دزدی کرد، اصلا یه چیز آقا اصلا بلاکم میکرد که من بفهمم دزدی کرده، اونم بل میکردم. بالاخره میگفتم آقا یه کلاه رفت رو سرم دیگه، چه خاکی کنم، اون کلاه رفت. ولی هیچ جواب نمیده. بعد باور هم بکنید من این 1 میلیون رو از مادرم قرض گرفتم. من یه آدم معلول بیکار هستم. خب یعنی هیچ درآمدی ندارم. گفتم با این تون کوینا برم تو اردراپ ها یه ذره بازی کنم، شاید یه چیزی گیرم بیاد. خب بعد این شخص اومد همچه حرکتی زد. حالا من موندم الان دزدی کرده یا نکرده. 2 روز گذشت. خب 2 روز گذشت. پس چی شد؟ کی میخوای بدی؟ آقای پدرام کمری اینجا، نمیدونم اون شماره کارتی که داد پدرام کمریه. چی شد آقای پدرام کمری؟ حالا من بیام مدارک، الان من این فیلمو گرفتم، مدارک یه جا سیو میکنم. خب که اگه دیگه مطمئن شدم تا فردا، یعنی 3 روز شد، اگه 3 روز بشه، اگه ندادی یه کانالی میزنم مدارک رو میذارم اونجا. بعد میام رو پست های کانالت با استارز خب چیز میکنم، ریاکت میدم. بعد می نویسم اسم اکانت اونی که با استارز ریاکت میده رو میذارم، مدارک دزدی پیوزا وی پی ان، که بقیه هم ببینن واسه شون درس عبرتی بشه که نیان مثل من همینجوری پول بزنن واسه هر کسی نمیشناسن. اولش که خیلی محترمانه شروع کردی ولی الان جواب نمیدی. خب من چیکار کنم؟ تو بودی آقای پیوزا چیکار میکردی؟